دوستان عزیز، ما در آغوش طبیعت زنده هستیم. البته در این طبیعت زنده تمام نمود گیاهای شفا بخش هست و شرکت شفا فرما بهر شما از همین گیاها دارو و درمان ها تیار میکنند. این داروها برای فربه شدن، برای خراب شدن، برای درد گرده، برای سنگ گرده، برای نمک گرده، برای خیچک، برای تپش دل، برای گردش خون. طبیب هر یک انسان خود اوست. شما تنها زنگ زنید به این طبیبان، از درد خود کمک معلومات دهید، خلاص باقی موندهش در دست طبیبان شفا فرما. خداوند بزرگ یگام تایما و شما رو دردمند نکند، درد ندهد. شرکت شفا فرما در خدمت شماست. امروز 21 ایون وقتی میوه یک جای تماشا میکنیم. انا سلام علیکم دوستان عزیز. همین باغا ما در بهار در وقت گلش بنوار گرفته پیشکش شما کردگی بدم. اینا همین نوک های برادر عزیز، نوک میریم همه نوک. اینا دوستان عزیز، این باغ ایشونی سید جعفره، یعنی خسری ما در ناحیه فرخار. انا ارچه میگن که همه ارچه ده موجیرو. این باغ بنیهایت باغ خوبه دوستان عزیز. یعنی حالی با ما همون بهار دا گرفتگی ما در دوام همین میمونم تماشا کنین و بناور گرفته بودم پیشکش شما گردانده بدم. اینا دوستان عزیز، اینا نوکه بینی مهنت شرف فایده مهنت بینی سرخم زدگی همش سرش خم شده. این میوه بسیار بستن حالی کلام شوی اینجا در اکو آلوچه و گلاس و چوش به حساب همین بالا همه باید اینجا در کاغذ فقط بادام و نوکو هم خیلی را ما پیشکش شما گردانده استم. اینجا همه بادام ها، این بادام هایی که خمان میبینیم که بادام اصلا همه بادام هایی دستم برونو بادام تمام این نمودش هست در این باغ ده. هنه باغ ایشون سید جعفر، باغ ایشون سید جعفر دوستان عزیز. اینجا در با ما میدارم این طرف ده با ما شما نشان بدم. این طرف ده چیه؟ ای بچه این در زمین ریختگیشو ببینی، در زمین ریختگیشو دیدین با اینو بالا اینو بیاتش همه چی من بیاتش اینو بینی، اینو میزنی حلاوت میبری برادر. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. بعد اون مکشو هشتین شاخ بناوده بستگی برون. این فقط زمین ریختگی شو دیدین، زمین ریختگی شما نشون میدم. شما شده ریخته وقتی که باغ بشوه برادر عزیز نگاه رو جمع کردنش قینه. خب بگوار خونده یعنی همه شکل خدا شده. مهنت شرف است. من دوامش ما وقتی گلش با شما میمونم تماشا کنید حلاوت ببرید. اینا دوستان عزیز قریب شفتالو هم پخته است. این همه شفتالو، این همه شفتالو. نه تو هم پایان شفتالو بودم خیلی همه چی هم میوگی هست برادر. اینا دوستان عزیز میریم. اینا شما بودم دیده استین همینجا. اینا این بودم او طرف سیونکه کنی نمیتوفته. همشون همش خیلی بستگیه. ای طرف نمیسیونکه میکنی نمیتو، ای طرف اوسکی روشن نمیتو. اینا همین بودم. دوستان عزیز میریم هم دری رشقه. ما اصلا تایبو در رشقه یه سوی بیهی بدهیم. شکر خدا همه چی هست داری باغ. اینا ای زنده باشن. حالی من یک بادام شما در نشان بتونم چقدر مغز گرفتگیه. اینی سیو بینی، این سیو آنتونی های سیو آنتونی میگن چی میگن این سیو رو من نمیفهم. همین سیو همین چیست همین تا زمستون سال 90 میخریش کو تا زمستون میبرن همون سیو هم. این بادام نه برادر من بادامش این خیلی میچینم. اینا دوستان عزیز پیش بیو. این بادامی که میریم 100 80 میخریم. اینه جورام تمکینی
وارک بنیاد با مزه هم بادامی کلونه هم مغزش پر شاید کمی دیر 20 روز هم پس وقتش میشه اینا مغز بی تمکین بنیاد با مزه دا ای همه روز کافی دیگه اینا کافی دیگه همه موقع زنده باشه ایره به همش خنده است طرف ما همش خنده است دیدن دوستان عزیز زنده باشه پناه خدا فقط من چی میگم مهنت کنین راحت کنین خداوند بزرگ هممون نگهبان باشه زنده باشه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران عزیز ناحیه فرخار قشلاق ماجرا یکی از باغ‌ها در هم درون باغ حضور داریم امروز 30 مارت های برادران 30 مارت سال 2022 این باغ ببینید حلاوت ببره این باغ ببینید برادران این باغ ببینید حلاوت میبره این ببینید عینی گل شای تماشا میکنی حلاوت میبری این طرف هم میخیر با این تو میخیریم این طرف هم میخیر عینی گل های تماشا کنید حلاوت ببریم برادرای عزیز باغ خدا نکشمونه نصیب در وقتی میوهش با میوهیم یه بار دیگه یه جوی تماشا میکنیم چی گفتیم برادرای عزیز خدا نکشمونه در وقتی میوهش اینجا در بفکرم همه گیلوس آلو بولو آلو چا تمامی ویو هسته با نصیب خدا نکشمونه چه خیلی که وعده کردیم در وقتی میوهش با میوهیم یک بار دیگه من شما دا نشان میدم باقی تن ساعت خونه آباد باشه در کجا باشید نباشید خداوند یار و مددگارتان باشه زنده باشه اینا ببینید برادرها ببینید باغ حلاوت ببرید باغ میگم باغ آفرینشان عینی گل عینی گل ببینید دهقانا چقدر مهنت میکنن هر یک کدام میره سفید کرده یعنی رو بینید وار که حلاوت میبری رفتن میگیری من شما رو نمیدونم من میبینم حلاوت میبرم روی الهامی نو میگیرم روی الهامی تازه میگیرم این تا پایان یکی نمیدونم چند خیلی